بچه‌هایی که تو دنیای تبلیغات کار میکنن 100% گزارششون به مدرسه ویژه افتاده. 100% نه، به احتمال خیلی زیاد. تو دوره بندبازی ماهرانه ما شرکت کردیم. خب امیرحسین الان میخواد تبلیغات یاد بگیره. یه دقیقه با هم مرور کنیم چی شد. کسب و کار راه انداخت، بعد اومد یه کوچولو راجع به برند یاد گرفت، بعد راجع به خلاقیت یاد گرفت. الان میخواد خودش رو قوی بکنه، میخواد سرمایه‌گذاری آموزشی بکنه که تو نیشخو بتونه قوی‌تر عمل بکنه. ورودم به دنیای تبلیغات و اینکه تبلیغات دقیقاً چیه، ارتباطات دقیقاً چیه، با مدرسه ویژه جرقه خورد. با 3 آدم خفن اونجا آشنا شدم. استاد صفا سیرفی، استاد هومن یگانی و استاد نواب قزلباش عزیز. البته که امروز اخباری میشنوم، امروزی که دارم ریکورد میکنم، که خب خیلی برام متأثر کننده و متاسف کننده است این اخبار راجع به نواب عزیز که امیدوارم هر چه زودتر اوضاع سر سامون پیدا کنه. خب اتفاقی که افتاده بود که من سر این کلاس شرکت کردم، با آقای سیرفی ارتباطات خیلی عمیقی برقرار کردم. کلا عادت دارم استادی ول نمی‌کنم. شروع کردم به صحبت کردن، گپ زدن سر کلاس، میرفتم واقعا هیچی نمیفهمیدم. مدل آیدا، کاستومر جرنی، اینا چیه دیگه؟ نرخ فلان در مدیا، تبلیغات محیطی، ویودی، هیچ کدومو نمیدونستم. اینا که میگین اینا چیه؟ تبلیغات محیطی به این بنر ما اینا میگفتیم بنر خیابونی اسمش تبلیغات محیطی. آره خیلی پرت بودم. سر کلاس که شرکت میکردم همیشه نوت برداری میکردم، یادداشت میکردم، ولی ویژه جرقه شروع بود واقعا. دوره ویژه رو گذروندیم، حالا یه سری چیزا من برداشت کردم ولی خب خیلی برام سخت بود، چون دوره مقداری دوره‌ای بود که نیاز بود تو یه ذره تو تبلیغات دست و پا زده باشی، الان به یه نقطه‌ای رسونده باشی کار رو. توی این دوره باز اتفاقات خیلی خفنی برای من افتاد، چون من آشنا شدم با آدمای عجیب غریب. با اون 3 نفر اول که آشنا شدم، با استاد امرالله فرهادی آشنا شدم. از اون طرف یه روز که تو ویژه بودیم میرفتم می‌دیدم کلاس بغلی دارن چی یاد میدن و چی دارن تدریس میکنن. یه آموزش طراحی بسته‌بندی اونجا بود. دارن چه طراحی بسته‌بندی میگن. چقدر این آقایی که اینجاست چهرهش آشناست. یه پادکستی هم بچه‌ها همزمان با اون دوره‌ای که من شرکت کردم شروع شد به اسم یونیتی تاک. هنوزم بچه‌های درجه یکش هستن دارن کار میکنن. یهو دیدم که خب چه جالب، یه آقایی هستش به اسم فؤاد تجلی. گفتم بذار یه گپی باش بزنم. فؤاد تجلی بعضی وقت سر کلاس اومد شرکت میکرد، به خاطر اینکه حالا تو بریک کلاس خودش یا بعد کلاسش که تموم شد همزمان تو یه روز بود کلاسمون. من سر کلاس آقای یگانی، آقای سیرفینا یه حضوری پیدا میکرد. خب حضور پیدا کردیم و حضور ایشون پیدا میکردم، من باش ایشون آشنا شدم، سلام علیکم اینا. یه دفعه تو بریک کلاسش رفتم گفتم آقای تجلی سلام و عرض ادب، خوبین؟ و ممنون، خیلی استقبال و خیلی انسان درجه یکی هم هست ایشون، هر جا از خدا حفظش بکنه. بعد من بهش گفتم که آقای تجلی من اگه بخوام توی این کار موفق بشم باید چی کار کنم؟ بخوام این شغل رو ادامه بدم. گفت کدوم کار؟ گفتم تو تبلیغات دیگه. گفت تو کجای تبلیغات؟ یهو انگار من از یه بالای سقوط کردم پایین. کجای تبلیغات؟ یعنی چی؟ تبلیغات دیگه. این سوالی که ازش پرسیدم همچین جوابی بهم داد. من خیلی رفتم تو فکر کجای تبلیغات؟ اصلا مگه تبلیغات جایی داره؟ تبلیغات چی میخوام بشم دیگه؟ با اینکه بچه تبلیغات 3 رکن داره: مدیا، کریتیو و استراتژیه. خب دوباره از اون اتفاقات عجیب زندگی من بود که انگار یه سطح آب یخ ریختن رو بدنم. امیرحسین تو کدوم قسمت میخوای فعالیت کنی؟ یه سوال دوم ازش پرسیدم، گفتم آقای تجلی خدمت بزرگی شما من کرد اون موقع، به نظرت رو پرسونا برندم کار کنم یا نه؟ گفت امیرحسین با توجه به اینکه این سوال ازم پرسیده بود یه چیزی ازم متوجه شد که خب آقا امیرحسین زیاد نمیدونه راجع به این قضیه، بهم گفت هر زمانی که میخوای رو پرسونا برندت بذاری برو بذار روی کتاب خوندن. یه کتاب بخون،
هر چقدر تایم میخوای روی بذاری تایم کتاب بذار. در حق من خدمت کرد آقای تجلی. تو اون لحظه شاید نقش کلاه سیاه رو داشته بوده ولی تغییر بزرگی باز ایجاد کرد. اینجا شروع بازی من در زمین استراتژی بود و ارتباط من اینجا با هومن یگانی که دیدم آها من تو این ستایی که تو بند بازی یاد گرفتم استراتژی دیوونه کننده است برام. تو قسمت بعدی میگم ادامه اتفاقاتمون چی شد و اون اتفاقای عجیب و غریبی که برام افتاد چی بوده.